سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درود به شما، درود به هموطنان عزیز. با شما هستم منوچهر کوهستانی. در آغاز صحبت میخواهم از شما خواهش بکنم که یک نوار کوتاهی هست، این نوار را شما تماشا بکنین و بعد درباره آن نفری که فرزندش در اذیت و آزار هست صحبت میکنیم. دادا همه شما هیچ کار نکنه. همینجا با میگن که دادت خشته در اینترنت رو میپرته میگن، بعد دیگه جواب ها نمیتن میگن. همین ورحمت الله احکامیده رسیدین چه خیلی انسازه نازه چیکار کردستین کرانتین تمام شدک همین دعا کنه که تسر این مکتب بگرن. نمایندگان کمیته دولتی امنیت ملی و وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان که این مکتب دشوار تربیت تابع وزارت کارهای داخلی است، با فریب کردن مادر و نزدیکان ما که این کودک در لیسه پرزیدنتی میگذاریم، با این وعده ها فرزند ما سعید محمد جان آوردن در این مکتب دشوار تربیت که از زندان هیچ برتری ندارد در اینجا گذاشتند و در این مدت کرانتین که تمام نهادها در تعطیل بودن و بخصوص این مکتب بچه ها و خواننده های این مکتب همه در خانه نزد پدر و مادر بودن، ولی این پسر ما در این مدت زیاده از 10 ماه یک بارم اجازت پیدا نکرد که به خانه نزد مادر و بابا و بیبی برود. از 20 مارس سال 2019 که این فرزند ما به تاجیکستان آمد تا به امروز 10 مرتبه به رئاست کافتکاو جنایی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان برده و زیر دوربین با فشارها و حتی تهدیدها از این کودک فیلم برداری کردند و تا حالا هم این کودک زیر فشار روانی و حتی جسمانی هم قرار دارد که در روزهای اخیر چند بار قصد فرار کردن از این مکتب کردند که با همراهی رفیقانش و بعضی دوستاش موفق شدند گرفتن، ولی فرزند ما تا حال موفق نشده است که از این مکتب بگریزد. محمد جان سعیدوف که به گفته پدرش در گروگان هست و این کودک در بنگلادش تحصیل کرده بوده است. فکر میکنم که یک 14 ساله باشه این کودک. و چی میخواهم بگم در این باره دوستای عزیز؟ میخواهم بگم که از اول از طرف حقوقی اگر ما و شما نگاه بکنیم، این کودک در 10 سالگیش شاید خواندنی روانش کرده باشند و شاید که اصلا حق انتخاب او کودک نداشته باشه یا اینکه نداشته بود، و اگر هم حق انتخاب می داشت، اگر که هم روانش میکردن، باید مقامات جمهوری تاجیکستان، باید کارگرای امنیت چنین ظلمی را به سر یک کودک روا نبینن، چون که در عصب یک انسان، در عصب یک کودک اگر لطمه وارد بشوه، این برای کل زندگی است. طلب من از حکومتیایی است که شما اگر میخواهین یک جامعه آزادی بسازین، اگر شما میخواهین که به خاطر دولت حرکت بکنین، به خاطر دولت، به خاطر ملت کاری بکنین، باید که شما در هر یک کاری که میکنین عادل باشین. وقتی که قاضی حکم میکنه و حکمش ناعادلانه هست و ظلم است در سر یک کودک، این جای تأسف است. قاضی باید حقیقت را جستجو بکند، قاضی باید کاری بکند که طرف راضی باشد و به خاطر قانون کار بکند، نه اینکه به خاطر خواسته های دیگر اشخاص. امروز ما نگاه بکنیم، اگر یک نفر مخالف دولت باشد، اگر یک نفر با حکومت راضی نباشد، این معنای او را ندارد که فرزند او گناهگار است یا اینکه اولاد و پدر و مادر او گناهگار است. ما اگر یک خانه را نگاه بکنیم که در او خانه یا اینکه در یک عائله 10 فرزند باشد، اما اگر که نگاه بکنی هر یک فرزند این خانه عقیده خود داره و هر یک فرزند این خانه فکر و اندیشه و پیشرفت خود از دیدگاه خود میبینه، نه اینکه از دیدگاه دیگر نفر. یک کودکی که جرم صادر نکرده است و او را به مکتب دشوار تربیه ها ببرند، این اصلا ظلم به اون کودک است. ما اصلا باید ناموس انسانی و فهمش انسانی را از دست ندهیم. در حقیقت شما این فیلم که تماشا کردین، این هزارها سال پیش بود، اما امروز در این
عصر معاصر، در این عصری که دنیا در پیشرفت هست و هر کس به خاطر گناهی کرده خودش، به خاطر جرمی که او کرده است خودش جواب میدهد، امروز در کشور ما برگشتن به همون 1000-2000 سال پیش. این شکل مردم آزار اذیت کردن، هیچ وقت مردم شما نمیتوانین که با او خواسته های خود راهنما بکنین. هر یک نفر میتونه که انتخابی خود داشته باشه. اگر یک نفر راضی نباشه از حکومت، این معنا را نداره که او جرم کرده است. این معنا را نداره که اون نفر یک نفری هست که نمیفهم باید که بسر فرزندی او ظلم کرد بیا اینکه بسر پدر مادر او. هر یک شخص باید که خودش در پیش قانون جواب بگه، نه اینکه فرزندش، نه اینکه خویش و تبارش. اگر که شما آنقدر ظالم هستید، اگر که شما آنقدر نافهم هستید، حداقل فکر آن را بکنید که شما را فرزند دارید. هیچ حکومت پاینده نیست. شوروی به این قدر قدرتش از بین رفت. و هر اسلام کریموف نگاه بکنین. امروز اسلام کریموف یک نفری که بسیاری از ازبک ها فکر میکردن که این نفر اصلا میرنده نیست. با بعضی از نفرها از ازبکستان که صحبت داشتم میگفتن که ای اسلام کریموف هیچ نمیمره. اما امروز یک نفری که 25 میلیون ازبک را در عذاب و اذیت گذاشته بود، امروز نیست او و حتی در تلویزیون و رادیوی ازبکستان دیگه اجازه نیست که این نفر را نامش بگیرن. این به چی معنا است؟ این به معنای او است که هر یک رژیمی که هست اون پاینده نیست. چون که پاینده اون دولتی میتونه باشه که پایه های او از ملت ساخته شده باشه. یک دولتی میتونه که خوب باشه و آینده داشته باشه، او دولت تنها به ساخته ملت نیاز داره. ما امروز باید کمر همت ببندیم، فرهنگ انسانی را پیش ببریم، ملت و فایده ملت بالاتر از همه بگذاریم، نه اینکه فایده های یک شخصه. آیا یک نفری که هیچ جرمی نکرده است، فقط خوانده است، درس خوانده است و اون نفر شما نمیتونین که به یک مکتب دشوار تربیه ها روان بکنین. بسیاری این چیزا هستن که بسیاری از اشخاص کوشش میکنن که به خاطر گناهی که یک نفر کرده است نزدیکای او را عذاب و اذیت بکنن. این رای مردی نیست. اگر که شما مرد هستین، بیاین همین نفر در اروپا است، همین مردک بین از همین اروپا بخپیم ببرینش. آخه فرزندی هیچ چی گناه کرده است. به خاطر گناه پدر نباید فرزند را اذیت بکنین. به خاطر گناه فرزند نباید پدر اذیت بشود. شما را پدر و مادر دارین، شما را فرزند دارین. این کشور همه ما و شما هست. در آینده همه ما و شما در این کشور زندگی میکنیم. کاری نکنین که در آینده ملت به نابودی برود و ما نتوانیم که به چشم همدیگر نگاه بکنیم. حتی در دوران شوروی چنین ظلم به سر مردم روان نمیدیدند. محمد جان سعیدوف یک کودک 14 ساله که شما ایره به مکتب دشوار تربیه ها دادین، اذیت آزار میشه در اوجا. هر یک از شما فرزند دارین، هر یک از شما پدر دارین. ما باید کمر همت ببندیم که یک ملت سالم بسازیم، یک ملتی بسازیم که در آینده در اونجا هر یک نفر به خطر زندگی بکنه، هر یک نفر آرام زندگی بکنه و هیچ کس حقی نداشته باشه که به خاطر گناهی پدر فرزند را اذیت آزار بکند، به خاطر گناهی فرزند پدر را اذیت آزار بکند. چون که تاجیکستان خانه هر یکی ما و شما هست و اگر این حکومت هم که از بین رفت، شما در اینجا ماننده هستین و شما در اینجا میمونین. کاری نکنین که در آینده به چشمان مردم نگاه کردن نتونین. بعضی ها فکر میکنن که تمام زندگی دیگه این رژیم میمونه. بعضی ها فکر میکنن که تمام زندگی دیگه این حکومت باقی میمونه. این چنین نیست دوستای عزیز. اذیت آزار روحانی دادن یک کودک برای آیندهش خطری کلان دارد. شما یک کودک زندگیش برباد میکنین. شما یک کودک که بیچاره هیچ چیز در زندگی دیدگی نیست. آیا کم مشکلات در تاجیکستان موجود هستند که از پای اونا بگردین؟ چیزهایی که ما و شما را به پیش میبرن، چیزهایی که ما و شما را سطح فرهنگی و ذهنی ما را خوب میکنن، شما باید از پای او کار باشین. امنیت به معنای این که نگاه کردن امنیت مردم، نه این که ظلم کردن به مردم. امنیت این یک کلمه هست دوستای عزیز که وقتی خود امنیتی میگیری باید به خاطر امنیت ملت کار بکنی، به خاطری که مردم به خطر باشه کار بکنی، به خاطری کار بکنی که هر یک فرد در این کشور خود آزاد احساس بکنه.
نه اینکه خواسته های یک شخص فقط برآورده بکنی. شما قسم خوردین که به ملت خدمت میکنین، اما شما نه اینکه به ملت خدمت میکنین بلکه به این کودک 14 ساله بیگناه اذیت آزار میکنین. از این کارتون دست بردارین و من از شما طلب میکنم که محمد جان سعیدوفی 14 ساله را آزاد بکنین و بگذارین که این کودک زندگی خودش داشته باشه. یک کودکی که در زندگی هیچ چیز دیدگی نیست، یک کودکی که شاید خنده پدر و مادرش دیدگی نباشه، در یادش نباشه، اما شما امروز هر روز به خانه های خود می روید و فرزندهای شما دویده می آیند، شما را در بغلتان می درآیند و شما آنها را بوسه میکنین، اما فکر دیگران را بکنین. تنها شما در این دنیا حقی با فرزندانتان بدن ندارین. تمام انسان ها حق آن را دارند که با فرزندان خود باشند. تمام انسان ها حقوق آن را دارند که شما آنها را آزاد بگذارین تا اینکه آنها بتوانند در زندگی خود پیدا بکنند، در راه خود پیدا بکنند. وقتی که من صدای این کودک تاجیک شنیدم احساس کردم که چقدر ظلم در بارای این شخص صورت گرفته است، چقدر بر سر این ظلم آوردن، چقدر اینا مخشویی کردن. این اصلا کاری درست نیست، این نامردی هست. وقتی که شما خود دوستداری ملت میگیرین باید که مرد باشین. مردی به اون معنای هست که احترام کردن به دیگر اشخاص. مردی یعنی دوست داشتن انسانیت، احترام گذاشتن به حقوقهای انسانی. مردی یعنی احترام کردن به هر یک شخصی که فکری دیگر دارد، به هر یک شخصی که به عقیده تو برابر نیست. امروز شما نگاه بکنین حالتهایی که یک مادر تاجیک 5 فرزند خود میکشه یا اینکه 4 فرزند خود میکشه، این چی معنا داره؟ این معنای او را داره که سطح فرهنگ پس رفته است و مردم دیگه فقط فکر میکنن فقط به کشتن و به ظلم و به اذیت راه آسان پیدا میشود. این طور نیست. راه آسان، راه خوشبختی، آن راه احترام به یک دیگر است. آن راهی هست که ما باید احترام به یک دیگر داشته باشیم. او فقط میتونه که برای ما خوب باشه. مادر این کودک نقل میکنه که از روزی که این کودک آوردن در سر این کودک ظلم میشوه. هر روز پرسش از طرف امنیت یا اینکه از طرف کارگرای حکومتی. اصلا این کار خوب نیست. هر یک نفرت که ظلم میکنی پیش از اینکه از خانت بیرون شدی یک بار بروی فرزندت نگاه بکن و خودت در جای دیگه نفرا بمون که آیا اجازه میتی به یک نفر که به سر فرزندت ظلم بکنه؟ هیچ وقت این فکر در سرت نمی آید، اما وقتی که گپ شنیدی این فکر بکن. هر وقتی که از خانت بیرون میشی نگاه بکن فرزندت، یک بار نگاه بکن بر روی فرزندت، نگاه بکن به چهره زیبای فرزندت، نگاه بکن آیا تو به یک نفر اجازه میدهی که به فرزندت تو چنین کار بکنن؟ آیا تو به یک نفر اجازه میدهی که فرزندت را به مکتب دشوار تربیه ها ببرند؟ هیچ وقت این اجازه را نخواهی داد. به همون خاطر فکر دیگر پدرها را بکنین، فکر دیگر فرزندها را بکنین. اصلا وقتی که یک جامعه را شما با ظلم میخواهین که پیش بگیرین، وقتی که یک جامعه را میخواهین شما با ترس پیش ببرین، این جامعه آینده دار نیست. این جامعه نمیتواند که استوار باشد. ما باید کمر همت برای پیشرفت کشور ببندیم. ما همچون یک ملت باید کمر همت برای پیشرفت کشور ببندیم، برای پیشرفت هر یک شخص این ملت. بالا بردن سطح فرهنگی ملت، بالا بردن سطح سوادناکی مردم برای ما باید که در ردیف اول باشند. نه اینکه ظلم به کودکان این ملت، نه اینکه انجام دادن کارهای ناشاینده در سر نفرانی که با فکرها عقیده شما راضی نیستند. از این کاراتان دست بکشین. این کارها کارهای خوب نیستند. این کارها در آینده در حقیقت میتونن دشمنی و عداوت در بین ملت بیارن. اگر هر یک نفری که ملت دوست هستی باید کوشش بکنی که دشمنی و عداوت در بین ملت ما نباشد و این دشمنی و عداوت میتواند که ملت از بین ببرد. امروز مشکلاتایی که ما و شما داریم، امروز همسایه‌ای که در نزد ما هست شاید در آینده نزدیک از همین سطح کم سوادی ما استفاده برد، از همین عداوتی که ما در بین خود داریم از همین استفاده برد و کشور ما و شما را غصب کنه بگیرد. به همون خاطر در این بارها خوب فکر بکنین دوستای عزیز. کارگرای حکومت، امنیتی ها، هیچ حکومت پاینده نخواهد بود و هیچ رژیم تا آخر دنیا نخواهد ماند.
و هیچ شخص در این دنیا برای همیشگی نمیماند و یک روز هر یکی ما و شما از این دنیا می رویم. تشکر به دوستانی که نوارای منوچهر کوهستانی را تماشا میکنن. مثل همیشه دوستان عزیز خواهش میکنم که نوارا را به همه نفرانی که فهمیش سیاسی، فهمیش فرهنگی و دوستدار ملت هستند روان بکنین تا اینکه ما بتوانیم یک جامعه بسازیم که در اون جامعه فکر آینده ملت کرده شود. یک جامعه بسازیم که در اون جامعه هر یک فرد این ملت برای آینده درخشان این ملت فکر بکنه، برای آینده درخشان هر یک کودک تاجیک فکر بکنه. خدا نگهدار شما باشد دوستان عزیز. موفق باشین.